ریاضی صفحه 128 همراه من باشید. کار در کلاس. با توجه به اندازه‌های نوشته شده در هر متوازی الاضلاع اندازه ضلع‌ها و زاویه‌های آبی رنگ را پیدا کنید. خب متوازی الاضلاع اولمون این ضلع 8 سانتی متر هست. ضلع روبرو هم باهاش برابر و موازی هست، میشه 8 سانتی متر. این ضلعمون که 6 سانتی متر هست، ضلع روبرو موازی و برابر میشه 6 سانتی متر. زاویه های روبرو با هم برابر هستند. به این صورت می نویسیم. شکل بعدی مستطیل هست، 4 زاویه 90 درجه دارد. ضلع‌های روبرو با هم موازی و برابر هستند. به این صورت مشخص می‌کنیم. شکل سوم که مربع هست، ضلع‌ها همه با هم برابر هستند و 4 زاویه 90 درجه داریم. شکل آخرمون هم لوزی هست که ضلع‌های روبروی هم با هم برابر هستند و زاویه‌های روبرو هم با هم برابر هستند. به این صورت مشخص کردیم. فعالیت. در مستطیل ضلع‌های روبرو با هم موازی‌اند. این شکل علاوه بر ویژگی متوازی الاضلاع چه ویژگی دیگه‌ای داره؟ همه زاویه‌های اون با هم برابر و 90 درجه هستند. سوال 2. در لوزی ضلع‌های روبرو با هم موازی‌اند. این شکل علاوه بر ویژگی‌های متوازی الاضلاع چه ویژگی دیگه داره؟ همه ضلع‌های اون با هم برابر هستند در لوزی. 3. در مربع ضلع‌های روبرو با هم موازی‌اند. این شکل علاوه بر ویژگی متوازی الاضلاع چه ویژگی‌های دیگری دارد؟ همه ضلع‌های اون با هم برابر هستند و همه زاویه‌های اون هم با هم برابر و 90 درجه می باشند. سوال 4. جاهای خالی را کامل کنید و رابطه بین 4 نوع چارضلعی را به کمک نمودار توضیح دهید. اگر ضلع‌ها برابر باشد میشه لوزی. متوازی الاضلاع اگه زاویه‌هاش برابر باشه میشه مستطیل. اگر ضلع‌ها برابر باشه مربع. اگر زاویه‌ها برابر باشه میشود مربع.